الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هفته گذشته صحبتی از حج بود و ادامه همون صحبت جملات شکسته را خدمت شما عرض می کنم. الله تعالی توفیق بده و آنچه که رضای پروردگار هست و خوشنودی الله تعالی و نفع مردم هست الله تعالی زبان ناکش این بنده‌اش بیرون بیاورد. حج مردم از دیدگاه مختلف بررسی می کنند و انقدر این عمل حج انقدر وسیع و بزرگ و حکیمانه هست، دانشمندانه، که دارای ابعاد، دارای بعد نه، یک بعد نیست. انسانهایی که عشق خدا را دارند و عاشق الله تعالی هستند و عشق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را دارند، عاشقان از دیدگاه خود حج بررسی می کنند و آنها معتقدند که این حج یک نمایش از عشق و حتی لفظ دیوانگی را تعبیر می کنند که همونطور که یک عاشق وقت عشقش زیاد میشه بالاخره حرکات دیوانگان نشان میده و اونها با توجه به ذوق خودشون حج تعبیر می کنند که یک نمایش از عشق و نمایش از
دیوانگی گویا که دیوانگان خدا کسانی که دیوانه الله هستند و بعد بر همین مسئله تمام حرکات و تلبیه ها را و تمام سختی هایی که حاجی برداشت میکنند، تمام ترددهای حاجی ها را به همین میبرن منطبق میکنند و واقعا برای تمام صاحبان ذوق در این میدان حج دلائل موجوده و مستمسک موجوده و حج یک عبادت بسیار بزرگ و جامع و وسیع است و مجاهدان راه خدا که در راه الله تعالی زندگی مال و جان وقف کردند و جهاد میکنند، از دیدگاه جهادی این بررسی میکنند و به هر حال که میبینند واقعا توی این حج ته اندازه قربانی مالی موجوده، قربانی جان موجوده، چند از سختی موجوده، چند از مشکلات موجوده که حاجی ها اینها را تحمل میکنند و لہذا هم جهاد با مال و هم جهاد با جان و نفس و انسان هایی که در مسائل اجتماعی و بعد سیاسی فکر میکنند، اونها هم در این حج خیلی پیام میبینند، خیلی آموزش میبینند، خیلی تعلیم میبینند که در حج واقعا از لحاظ بعد اجتماعی، بار اجتماعی حج و بار سیاسی حج چه اندازه هم عظیمه و بزرگه. اونا آمدن میگن یک عمل سیاسی است و لہذا از ابعاد مختلف این حج بررسی میکنن که تویش چه اندازه این به هر حال درس موجوده، آموزه موجوده، تعلیم موجوده و لہذا واقعیت اینه که حج یک عمل جامع، حتی بسیاری عملن که تنها مثلا عبادت بدنی هستند، بسیاری هستند که مالی هستند، ولی حج الله جامع قرار داده که هم از لحاظ مالی مال هم اینجا مصرف میشه و هم جان و مخصوصا الان که این پول ما به ارزش شده، حاجیات 400 میلیون تومان باید پرداخت کنن، 300 میلیون باید هزینه بکنن تا بتوانن به حج برن، سنگین شده و به هر حال هم قربانی و جهاد جانیه و هم جهاد مالیه. در این حرارت و گرمی امسال که گرمی شدیده و دیگر سالان گاه سردی شدیده، گاه گرمی شدیده، تحمل این گرمی ها اینها به هر حال جهادند و قربانیند و همچنان اونجا یک درس بزرگ اجتماعی در اون موجود هست. شما در هر زمینه شما که توجه کنید میبینید درس موجوده. اگر اون چیزی که میگه اینا دیوانه خدا و راه افتادن، واقعا شما ببینید نمونه دیوانگی موجود هست در اون. بالاخره از تلبیه حجاج گرفته تا اینکه سرشون برهنه، پا هم دمپاییه و 2 چادر میپوشند و بالاخره فرش اونجا زمینه و گاهی زیر سرشون دمپایی های خود را میگذارند و گاهی سنگ میگذارند و بالاخره کل این صحنه در عرفات، منا، مزدلفه، طواف خانه کعبه، رفتن بین صفا و مروه، از این منظر و دیدگاه که شما نگاه میکنید واقعا دیدگاه یک نمایش عاشقانه که عاشقی که دنبال معشوقش هست بالاخره همینطور بر همین حالت داره و لہذا اینجا معشوق حقیقی و واقعی الله تعالی است و اینها طالب رضای خدا و طالب الله تعالی هستند. و وقتی که شما
از لحاظ قربانی و از لحاظ مجاهده نگاه کنید میبینید که طواف امی اول که حاجی میروند یا طواف عمره را انجام میدهند و روز حج که میان طواف حج انجام میدهند و حاجی ها به خانه کعبه که میگردند شانه ها را تکان میدن و همانطور که امروز در عرض کنم که رژه های نظامیان چگونه شانه تکان میدهند، شانه تکان میدهند اینها، یا قهرمانان در میدان قهرمانی لحاظ شانه ها را تکان میدن، در 3 شوط که در بیت الله میگردن شانه را تکان میدن و قهرمانی را اظهار میکنند در راه الله تعالی. و ما میگیم این درس موجوده که آقا دین اسلام دین گریه نیست، دین تضرع و زاری نیست، دین نیایش و عاجزی نیست، یک جا عاجزیه و یک جا در مقابل دشمنان دین، دشمنان قسم خورده که میخواهند دین تکه پاره کنند، آتش دین خاموش بکنند، آنجا نیاز به قهرمانیه. و اینجا همین جریان در رابطه با این پیش آمد که 1 سال بعد از صلح حدیبیه وقتی که مسلمانان آمدن بر حسب قرارداد که صلح شده بود، حدیبیه برگشتن از کنار خانه کعبه و نگذاشتن که عمره بکنند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم سال آینده بر حسب قرارداد آمدند و مشرکین مردم مکه که هنوز مسلمان نشده بودند و وقت فتح مکه مسلمان شدن بالای کوه آمدن و صحنه را نگاه میکردن که مسلمانان خانه کعبه را دارن طواف میکنن. گفتم بازی که تب مدینه اینها را ضعیف کرده، سلاح هم که در مطاف ندارن و اگر ما حمله بکنیم همه را دستگیر کنیم و یک سره بکنیم کار اینها را. جبرائیل امین آمد و به آن حضرت صلی الله علیه و سلم عرض کرد که چنان حرفهای داره زده میشه و شما شانه ها را تکان بدید تا اینه بدانند که تب مدینه شما را ضعیف نکرده و شما قویید و قدرتمندید، نشان بدید قدرت را. و لحاظا آن حضرت صلی الله علیه وسلم شانه را تکان دادن، صحابه شانه را، این رعب در دلشون افتاد، گفت اینا ضعیف نشدن، اینا شانه تکان میدن، چیزی حرکات را نشان میدن که در میدان مبارزه نشان میدن، جنگجویان نشان میدن، توی دنیا قهرمانان نشان میدن و لحاظا با اینها نمیشه کاری کرد. و این سنت این عمل انقدر پسند شد که تا قیامت باقی مانده است. خود همین اجتماع و گرد همایی حج که چندین میلیون نفر از تمام دنیا، نقاط دنیا، زبانهای مختلف، رنگهای مختلف، پوست مختلف و لباس مختلف، فرهنگهای مختلفان، اینها اونجا میآیند تجمع میکنند. یک اتحادی است، یک اتفاقی است، یک وحدتی است بین اهل دین و لحاظا این خودش نمایشی قدرت در مقابل اونهایی است که دشمنی دین را دارند و دشمنی قرآن را دارند و لحاظا در این آموزه بسیار بزرگی وجود داره. روز 10 و 11 و 12 که نماد شیطان را سنگ میزنند و لحاظا این خودش هم مبارزه است، یک جنگ. کسی که احساس کرده حج رفته، حاجی که اونجا می آیند، حاجیات چقدر عصبانی اند و چقدر با قدرت این سنگ پرت می کنند و عرض کنم که این خودش جنگ با شیطانه و ترد شیطانه و شیطان از سنگ نصیبش باد و میزنن با سنگ و عاد میکنن که از الله فرمان میبرند، خدا را اطاعت میکنن، همانطوری که حضرت ابراهیم
شیطان سنگ زد وقتی که حضرت اسماعیل به قربانگاه میخواست ببره و شیطان راه ابراهیم و اسماعیل را سد کرد. اینجا حضرت ابراهیم سنگ زدن به شیطان و او را از راه خود طرد کردن. ولهذا شیطان باید سنگ نصیب شیطانه، خاک نصیب شیطانه و اونجا معاهده میشه که از رحمان پیروی میکنن، از پروردگار اطاعت میکنن و شیطان قبول ندارن و ردش میکنن. همینطور سروران گرامی یک آزمایش دیگر بزرگ اجتماعیانه که این همه مسلمانان از دنیا می آیند در مراسم حج جمع میشن کنار خانه کعبه. اینها سلایق مختلف دارند و برداشتهای مختلف دارند. بالاخره از حالات مختلف دنیا اطلاع میشن که در دنیا چه میگذره. امروز که رسانه‌ان، امروز که این بالاخره فضای اجتماعی موجوده و این مسائل خیلی اطلاعات در دست هر جای در دنیا اتفاق میفته، جای دیگه اطلاع میشن. اطلاعات امروز خیلی خیلی در سطح بالاست و بشر از این ناحیه خیلی پیشرفت کرده و جامعه انسانی جلو رفته است. اما عزیزان من این عرض کنم که اونجا عملا یک دیگر را میبینند و از وضعیت یک دیگر، اوضاع یک دیگر و دردهای یک دیگر آگاهی حاصل میکنند و بالاخره همدردی هست اونجا و بعضی با دعا و بعضی با دوا و غیره. به هر حال همدردی میکنن نسبت یک دیگر و این همه انسان ها اونجا جمع میشن، اهل اسلام جمع میشن اونجا. یک امتحان و آزمایشی هست که بالاخره چگونه اینها رفتار کنند. اونجا توصیه می شده، الله تعالی توصیه شمینه و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم توصیه شمینه که تحمل بالا ببرن، صبر بکنن، درگیر نشن، جدال نکنن و ظرفیت خودشون بالا ببرن و اونجا یک ظرفیت حجت از خودشون نشان میدن. یک آموزه، یک تعلیم موجود هست که انسان باید ظرفیت داشته باشه و دیگران تحمل کنه و سلایق مختلف برداشت کنه و بالاخره این ظرفیت در انسان نزد الله بسیار پسندیده، بسیار محبوبه که شما ظرفیتتون، تحملتون، برداشتتون بالا بره و تحمل بکنید. و روی این اونجا بسیاری است که همین آج یک قدم به گردن شما میگذارن که رد بشن، بسیاری میاد به شانه شما می نشینه که جا نیست، جلو شما میاد می نشینه، پشت سر شما می نشینه که جایی برای نماز نداره و لحظه اونجا نمیشه گفت که اینجا من کجا سجده بکنم. حاجیه سر پایین میکنن و اکثرا تحمل میکنند و برداشت میکنند، جا نیست. و این هم این شرایط در مسجد النبیه، هم در مسجد الحرامه و هم در مراسم حج. گذشته خیلی مشکلات بوده، گاهی کمبود آب، کمبود غذا، عالم اینا هست ولی کمتر هست و به هر حال کل این مشکلات و کل این سختی ها هستند که اینها را برداشت میکنند و لحاظا این آموزش در رابطه با این مسائل هم موجود هست که الله تعالی در مراسم حج این مسئله را اونجا به وجود آورده است. یک چیزی من فکر می کردم که الله تعالی می فرمایند که خانه کعبه را جعل الله کعبة البیت الحرام قیاما للناس، جای فرموده که برای منافع مردمه و ناس الله بکار برده، مسلمانان بکار نبرده تنها، میگه برای همه مردم دنیای. و لحاظا در حج و این که حجاج میروند از همه مردم دنیا، وضعیت مردم دنیا خبر میشن، دعا اونجا برای هدایت همه جهانیانه و لحاظا همه مردم دنیا در کعبه مشرفه منافع دارند.
همانطور که در قرآن منافع دارند، همانطور که در وجود مسعود و هدایت و راهنمایی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم منافع دارند. لہذا قرآن بهترین تعلیم، بهترین آموزه برای همه بشریت، به بهترین اخلاق راهنمایی میکنه، به عدالت راهنمایی میکنه، به انصاف راهنمایی میکنه، به ترحم راهنمایی میکنه و به همدردی به بقیه انسان ها راهنمایی میکنه. و لہذا در دین منافع برای همه مردم موجوده و کعبه مشرفه منافع برای همه مردم. حالا یکی اگر استفاده نمی کنه، کمتر استفاده بکنه، تقصیر مال خودشه، ولی در اصل برای منافع همه مردم دنیا. اونجا عرض به حضورتون که یک فکری حاصل میشه از این اجتماع و تجمع برای مردم که فکر کنند در رابطه با همه منافع مردم دنیا، فکر کنند در رابطه با انسانیت، فکر کنند در رابطه با بشر، فکر کنند، فکر را وسیع کنند و لحاظا برای همه دعای خیر بشه، دعای هدایت بشه. برای آنجا برای تمام بشریت فکر شده. وقتی که رحمت للعالمین به غار حرا رفتن، وقتی که آن حضرت قبل از نبوت به غار حرا رفتن، وقتی هجرت به غار ثور رفتن، وقتی که آن حضرت بعد از نبوت و قبل از نبوت در کنار خانه کعبه بودن، برای همه دنیا فکر میکردن، برای نجات تمام بشریت و انسانیت برنامه ریزی کردن. و صحابه کرام و یاران آن حضرت صلی الله علیه وسلم همینطور برای تمام انسان ها فکر میکردن. برای کشور خاصی نبود، برای زبان خاصی نبود، برای همه انسان ها فکر بود که انسانیت چگونه به مسیر درست بیاید، چگونه هدایت بشه و چگونه انسانیت به مسیر صحیح حرکت کنه و درست حرکت کنه. و لحاظا روی این آن حضرت فکرمند بودن، برای همین هدایت دادن، برای همین برنامه دادن و تشریف برده از دنیا و برنامه ریزی کردن. الله تعالی توفیق بده که مسلمانان دیدشون را وسیع کنند و فکرشون بزرگ بگردانند. و به دوستان یادداشت دارند که امروز نوبه جمع‌آوری کمک برای مدرسه منبع العلوم کهوان نه سرباز هست و مدرسه منبع العلوم کهوان یادگار و درسگاه حضرت مولانا محمد عمر رحمه الله است که یکی از شخصیت‌های بارز و یک عالم برجسته، فرزانه و عالم با عمل و صالح بود. و این مدرسه سری کله کوه است و جایی که حضرت مولانا زندگیش را آنجا گذرانیده و یکی از بهترین مدارس و مدرسه نمونه در استان ما است. و تعداد از علما و مدرسان و فرزندان حضرت مولانا یا فرزندان نسبی یا فرزندان علمی و روحانی حضرت مولانا شاگردان مخلصی هستند، مدرسان بسیار صالح و نیکی که در آنجا کار میکنند و این سختی ها را تحمل میکنند. اونجا هیچ امکانات و منبع درآمد مدرسه نداره و همین کمک عموم مسلمانان است. درخواست دارم دست بالا بگیرید امروز برای این مدرسه و یکی از مدارس بسیار درد بخور و مدرسه بسیار خوبه و انشالله کمک ارزشمندی بکنید. اگر کارتخوان کار نکنن و شما پول جیبی ندارید، بعدا مراجعه کنید به حوزه و دفتر امور خیرین، بله مراجعه کنید و در هر صورت
این کمک به مدرسه برای مدرسه کوهن برسانید. الله تعالی به شما توفیق عنایت کند، موفق بداره انشاءالله. مدارس دینی کمکشون وظیفه همه من و شما هست و الله به ما توفیق بده که وظیفه های ما صحیح انجام بده. در هر صورت ما امیدواریم که مراسم امسال و حج مقبول واقع بشه به بارگاه الله تعالی و الله تعالی به همه حجاج حج مبرور نصیب بکنند و این حج امسال انشاءالله با عافیت انجام بگیره و الله تعالی از هر نوع آفات و مشکلات که گاهی در حج پیش میان حجاج گرامی را حفاظت کنه و انشاءالله همه با حج مقبول به خانه هایشون برگردن. و درخواست ما از حجاج اینه که دعا کنن و دعا در آنجا قبول می شود، آنجا محل قبولیت دعای و آنجا در محل قبولیت خواسته ها هست و درخواسته خودشون هدایت همه انسان ها را مطرح کنند، برای هدایت همه، برای خیر دنیا و آخرت همه انسان ها دعا کنند و همه انسان ها نیاز به خیر دنیا دارند، آخرت دارند. مخصوصا توصیه خاص میکنن که برای ملت ایران دعا کنند و که الله تعالی این ملت مشکلات این مردم حل بکنه و مردم ایران و الان در شرایط حاضر با مشکلات مواجه هم، با سختی و گرانی و تورم و گرسنگی مواجه هم، بخش بزرگ گرسنه‌اند و نان نمیتوانن پیدا بکنن و دیگر مشکلاتی که اینجا هست. دعا کنن که الله تعالی مشکلات ها از سر این ملت برداره و این دنیای این ملت هم آباد بکنه و آخرت این ملت هم آباد بکند و این وظیفه همه ما هست که ما هم تلاش کنیم برای تا اونجایی که بالاخره دست ما میرسه و هم دعا کنیم که الله تعالی خیر بیارد و فیصله خیر کنه و درخواستی که انشاءالله هم برای مرد استان خودتون که اینجا مستقیما آرایش من گوش میکنید و همچنان برای کل کشور، برای همه مردم ایران دعا کنید و الله تعالی خیر بیارد انشاءالله. مطلب ایران میخواستم عرض بکنم که حالا در این کاروان ها ماشاءالله هم زنان حضورشون به کنار خانه کعبه خیلی گرمه و از همه دنیا زنها می آیند و حدیث است که حضرت جهاد زنها را در حج قرار داده و لحظه با علاقه زنها می روند. امروز در واقعا جامعه اسلامی، در همه جامعه، من نمیتونم حتما بگه همه، ولی در بخش از جامعه اسلامی و در بخش از کشورها به اون جایگاه زنان توجهی که باید انجام بگیره توجه انجام نمیگیره. یک سری سختی های بیجا که در شریعت ثبوت نداره و در کتاب و سنت نیامده بر زنها اعمال میشه و در حالی که اینها یک جمع بزرگ نصف جمعیت و شاید بیش از نصف جمعیت انسانی را تشکیل بدن و دارای استعدادن، دارای صلاحیتن، دارای شایستگیان و ما باید به تاریخ زنان برگردیم که زنها در تاریخ چه حماسه های آفریدن و چه کارهایی را انجام بدن. شما میبینید که زن فرعون میبینید که به حمایت از حق و حضرت موسی بلند میشه و در مقابل فرعون قد علم میکنه، خانم فرعونه و میشتی در مقابل فرعون و دفاع میکنه از حضرت موسی علیه السلام و شما
خانواده های حضرت ابراهیم هاجره را نگاه کنید و حضرت سهرا را نگاه کنید و هاجره را آوردن در مکه تنها با طفل شیرخواری گذاشته. این شیر زن هزاران شیر مرد ارزش این شیر زن نداره و توانایی نداره. بله توی بیابان و بر و بیابان و خشکی و اونجا تحمل بکنه. و وقتی که ابراهیم میگه که ابراهیم گفته شما را اینجا برای چه گذاشتید که جواب نداد، گفتن که شما به دستور خدا گذاشتید. از ابراهیم سر تکان داد گفت پس خدا ما را ضایع نمی کند. ببینید شما مردی پیدا بکنید که او همت هاجر را داشته باشه. از همین مردانی که امروز این ادعا را توی دنیا دارن. و ببینید خانه کعبه اینجا با همت حضرت هاجره، همت ابراهیم، همت حضرت اسماعیل اینجا ساخته میشه. و شما وقتی که به حضرت مریم برید، اینا زنای تاریخ بشریتن، تاریخ انسانیتن و هزاران زن در دنیا موجوده که اینها تأثیر گذار بودند در سرنوشت خوب انسان ها. و وقتی که حضرت ابراهیم آمدن گفتن که هاجره و اینجا حضرت سهرا که حضرت سارا هجرت میکنه با ابراهیم علیه السلام به از سرزمین عراق به شام و در مسیر را با چه مشکلات و آزمایش سختی مواجه میشوند و این شیر مرد و شیر زن مقاومت میکنند در راه الله و ایستادگی میکنند، مایه روشنی میشد توی دنیا. و حضرت مریم نگاه کنید و حضرت عیسی را که وقتی حضرت عیسی را با حکم الله و دستور الله تعالی متولد میشه، به این زن تهمت وارد میشه که شما حضرت عیسی را از کجا آوردید. این تهمت کاری آسانی نبود. این تهمتی بود که این را مرد نمیتونه، شیر مرد تحمل کنه، ولی حضرت مریم تحمل کردند و حضرت عیسی را پرورش دادن و تا آخر در کنار حضرت عیسی بودن، حضرت عیسی را تقویت میکردن و حضرت عیسی رسالات الله و پیام های الهی را به دنیا میرسوند. و شما زنان تاریخ اسلام خدیجه الکبری را نگاه بکنید که چگونه آن حضرت حمایت میکنه وقتی وحی میآید، وقتی آن حضرت را پیش هرقل میبره و وقتی که آن حضرت از این صحنه برای او فشار وارد شده بود، چگونه صحنه وحی اولی وحی تقویت کردند حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و در کنار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودند. اگر از یک طرف عموی آن حضرت بود و او تقویت کردن حضرت را، ولی از طرف دیگر در زنان خدیجه الکبری او را تقویت کردند و در کنارش ایستادن و مالدار بودن و مال بران حضرت خرج کردند و برای دین اسلام. این زنان تاریخ ساز بودن، اینها صاحب حماسان. و این زنان چرا در جامعه امروز او بهایی که زن باید داشته باشه او نداره؟ من یادم آمد واقعی حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها بنت ابی بکر که وقتی حجاج به مکه مکرمه حمله کرد و حمله آور شد و مکه مکرمه را محاصره کرد و عبدالله بن زبیر سلاح پوشید که با اونها بجنگه با حجاج ظالم و او در پوشیدن سلاح فرزندش را کمک کرد و لباسش را درست کرد و او را تقویت کرد. گفت که پسر تو اینجا که آمدی مکه مکرمه این برای چه آمدی؟ یا برای دنیا آمدی یا برای دین؟ گفت نه من برای دین آمدم. گفت الا برای چه می جنگی؟ گفت برای دین می جنگم. گفت که او را تشویق کرد که تو مردانه بجنگ وقتی برای دینه، و اگر برای دنیا بود شاید اسما دست فرزندش را می گرفت و نمی گذاشت بجنگه. و عبدالله بن زبیر
جنگ سختی با حجاج کرد، ولی حجاج خیلی فوج آورده بود، هر طرف حمله کرد بر حضرت عبدالله بن زبیر. وقتی به شهادت رسیدن، عبدالله بن زبیر به دار آویزان کرد و حضرت اسما را خبر دادند و او هیچ گریه نکرد. آمد و دید که حالا عبدالله بن زبیر به دار آویزانه. گفت که آیا وقت نرسیده که این شهسوار پایین بیاید از سواریش؟ و این حرف زد و رفتی خبر دادم به حجاج که حضرت اسما آمده و گفتی که وقت نیامده که این شهسوار از سواریش پایین بیاید. بالاخره حجاج شرمنده شد و دستور داد که عبدالله بن زبیر از دار پایین بیاورد و جنازه‌اش را بعد مردم بردن دفن کردند. و این زنان، شیر زنان، و اینها همه فرزندان زنان، این زنها این فرزندان مادران تربیت کردند. اینها از سنگ متولد نشدند، از درخت و زمین متولد نشدند، اینا از شیر زنان متولد شدند. شیر زنان خوردند که توی دنیا اینها در حماسه بودند و تاریخ ساز بودند، ولی لحاظ زنان جایگاه بلندی دارند. امروز جایگاهی که زنان چرا می نالند و این نکته را توجه کنید. امروز نالش زنان برای چه زن می ناله؟ زنها می نالند که جایگاهشون ندارند. او حرمت زنان، او کرامت زنان، بها دادن به زنان، توجه کردن به زنان، توجه به تعلیم زنان، به تربیت زنان و او توجهی که باید باشه توجه نیست و روی این ناله در زنان موجوده. شما میخواهید ناله زنان خاموش بشه تا زمانی که این زن به جایگاهش نرسه. من و شما نمیتوانیم صدای این را خاموش کنیم. مشغول شدن به معلول و تا زمانی که علت برطرف نشه هیچ فایده نداره و نتیجه نمیگیریم با این مقابله و مبارزه مگر اینکه زنان از زندان آزاد کنید، زندانیای سیاسی را آزاد کنید و به زنان بها بدید، به زنان حرمت بدید. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم زنان آوردن توی مسجد خود. هنوز ما اینجا فرده داریم، منازه فرده نداشت و مسجد یک بخشش زنان نماز میخواندن، پشت سر صف مردان صف زنان بودن و اینجا وحی نازل میشد. آن حضرت قرآن تلاوت میکردن، اینا یاد میگرفتن. فرمایشات گوهربار آن حضرت تمام علم و دانش بود در مسجد النبی. مسجد النبی برای عبادت نبود، تنها برای نماز نبود، یک دانشگاه بود، یک پایگاه علمی بود، یک مرکز عبادت بود، جامع بود و این زنان اینجا می آمدن و علم یاد می گرفتن، دانش یاد می گرفتن. آن حضرت دستور داد که دروازه از 1 درصد مرد وارد می شدن. وقتی جمعیت زیاد شدن از اشاره کردن و تمنایی که برای زنان اگه دروازه جدایی باشه، باب النساء مسجد النبی، بالاخره 1 دروازه جدا کردن برای زنان. ولی می آمده توی مسجد النبی. آن حضرت دستور داده که به عیدگاه بیایید، به عیدگاه بیایید و گفته اینجا بیایید. اینجا سخنان آن حضرت را می شنیدن که همه علم و دانش بود. گفته به دعا بیایید شرکت بکنن، به تکبیر مردم تکبیر بگن، الفاظ حدیثان. گفتم بعضی زنانن که معذورن، عذر زنانه دارن، چیکار کنن؟ اونها هم بیاین از صف نماز جدا بشن، ولی اینجا بیاین توی این برنامه توی آموزش شرکت کنن. و الان بسیاری هستن که احساس میکنن که زن
برای آنه که بچه ها را نگهداری بکنه، آشپزخانه را اداره بکند. زن برای آنه که اولاد نگهداری بکنه، در حالی که در زنها خیلی از این جایگاه زنها بالاتره. این آرام زنها مدیریت میکنن، ولی زن برای این آرایش نیست، زن برای این مسائل نیست. زن برای مسائل کلانه، برای مسائل مهم مؤثره. الان شما بینید که زنان در آموزش و پرورش که معلمان چه نقشی را دارن ایفا میکنن. زنان در ادارات هم که هستند و جای دیگه در دانشگاه ها تدریس میکنن، چه نقشی را ایفا میکنن. و زنان نمرهشون را نگاه کنید که چه نمره های را توی دانشگاه از مردان هم جلوتره. و روی اینی که باید همه ملت ها، ملت مسلمان، به تعلیم زنان توجه کنند، به آموزش زنان توجه بکنند، به جایگاه، به کرامات، به حرمت زنان توجه کنند. و ناله کنونی، ناله همینی که زنها میگن که ما اینجا جایگاهمون نداریم، شما ما را به جایگاهمون قرار بدید. حالا کشیده به بعض چیزها که روسری و این مسائل، این همه بهانه هستند. در اصل اون جایگاه زنه، حرمت زنه، کرامت زنه، حقوق زنه. شما حقوقشون رعایت کنید، شما حرمت زن رعایت کنید، شما جایگاه زن رعایت کنید، بقیه مسئله همه حل میشه و درست میشه. و اگر رعایت میشد کار به اینجا نمی رسید. الله تعالی توفیق عنایت کند و الله تعالی همه را موفق کنه که این مسائل مهم. من یک چیزی هم یادآوری میکنم که یکی از مسائلی که توی دنیا هم متداوله، آقا کسی که میمیره و حالا یا کشته میشه، به هر حال همه به او همدردی میکنند. همدردی با کسانی که عزیزانشون از دست دادن و بالاخره با اونها همدردی یک وظیفه اسلامیه و یک وظیفه یک اخلاقیه، یک وظیفه انسانیه. انسانیت میگه که ما با کسانی که عزیزانشون از دست دادن مصیبت به اونها وارد شده و اونها همدردی داشته باشیم. الان میشنویم که قبرستانه بازی میروند برای سالگرده یا برای چهلمی و اون چیزی که تو مراسم مذهبی دارن، میرن اونجا برگزار کنند و مزاحمت برای اون ایجاد میشه و پلیس ضد شورشگاهی میرود. و این کار به هیچ صورت درست نیست که قبر معمولا قبرستان خارج از شهر، بیرون از شهر، توی شهر هم که نیست. و چه مزاحمتی ندارم برای کسی. میره اونجا بالاخره گریه میکنند، اشک میریزند و اگر اونجا حرف هم بزنه باید حرفشون تحمل بشه. و من توصیم آنه که جمیع کسانی که الله تعالی اونها را در رأس قدرت قرار میده و حاکم میشن و حکومت به دستشون میآید، اگر سینه شون را تنگ کنند، این سازگار با حکومت نیست. حاکم باید دیدش وسیع باشه، نگاه پدرانه داشته باشه، پوش هم تحمل کنه. این قدیما توی منطقه یک چیز معروف بوده که وصیت میکردن کسی که ریش سفید میکردن، گفتن یکی نان بده، باید نان بده و سفره داشته باشه، دو پوش ها را تحمل کنه. حاکم اگر پوش تحمل نکنه، حاکم اگر حرفای تند تحمل نکنه، این حکومت نمیتونه بکنه. این همه مردم، این همه طیف، این همه سلیقه های مختلف باید همه را حاکم برداشت کنه. سلیقه ها مذاهب مختلفن، ادیانن و قومیت ها هستن، همه این تنوع را باید سینه حاکم
وسیع باشه و سینه حاکم بزرگ باشه. در گذشته که در رابطه با ریاست جمهوری چند نفر کاندیدا بودند و سوال می کردن، بعضی با هم گفتن که شما سینه اینها را متر کنید، ببینید که سینه چه کسی از این کسانی که به میدان آمدن وسیع تر. آقا کس حاکم باید دل بزرگی داشته باشه، دل وسیعی داشته باشه، تمام سختی ها را به خودش بیاره، بلای خودش رو تحمل کنه و دیگران برداشت کنه حرف اونها را. حاکم آگه پشت دادن، بالاخره بد گفتن، انتقاد کردن، آقا تحمل کنه، برداشت کنه. زیبایی در اینی، لذت هم در همینه، لذت حکومت در همینه که انتقاد تحمل بکنه، انتقاد تند تحمل بکنه. بعض انتقاد نرمن، همه نرمی بلد نیست، بعضی حرفشون خشنه و آن حضرت را خشن انتقاد کرد. افراد خشنه که گرفتن گریبان آن حضرت را و آن حضرت گفته کسی کاری داشته نباشه، بگذار حرفش را بزنه و همینطور دیگران تحمل کرده. و لحاظ این باید مورد تحمل بشه. اینه که مراسم مذهبی دارن، مراسم قومی دارن، رسم دارن، اینها را بتوان انجام بدن با اینهایی که عزیزانشون از دست دادن و نباید برای اینها مزاحمت بشه. دومین نقطه من در رابطه با یک چیزی که من خیلی آزار میده واقعا و من رنج میده، هم گاهی میشنوم که میگن که قبرستان بهایی شاکی که میخوان قبرستان ما را ببرن. یک جا شکایت میکنه که جنازه های ما را نمیدن. خب بهایی اینها غیر مسلمان هم، مسلمان نیستن ولی بشرن ولی انسانن ولی شهروندن و بالاخره نباید به این حق شهروندی داده بشه، رعایت بشه. نباید قبرستان اینها را کسی دست نزنه و جلو بگیره اون تندروهایی را که میخوان قبرستان اینها را جای ببرند یا بخش را از قبرستان ببرند یا جنازه هایشان ندن. من یک چیزی دیدم که چندین نفر زن اعدام کرده و جنازه هایشان ندادن و بهایی گاهی میگه جنازه هایشان خودشون ماموری بردن دفن کردن. آخه چی کاری که شما میکنید؟ این حرفا را که ما میشنویم سر ما پایین میفته. به عنوان انسان، به عنوان مسلمان، اسلام این دستور به ما نداده و اینها تندروی هستن که انجام میگیرن. این حق داره، این بشرن، بایی حق داره، دراویش حق دارن، زرتشتی حق دارن و همه اینهایی که جان مسلمان یا غیر مسلمان، بشرن، انسانن، ایرانی هستن و ما باید حق و حقوق ایرانی ها را تحمل بکنیم. دستور اسلام هم اینه. اگر غیر از این دستور شما ما را قانع کنید که دستور اسلام نیست و وقتی ما میگیم که کشور اسلامی، ما میگیم مسلمان، باید ما این مسائل رعایت کنیم. حقوق همه قومیت ها، حقوق همه ادیان، حقوق همه مذاهب، حقوق زنان، کرامتشون، حرمتشون، حق انسانی. یا جلوتر من حرفی زدم چقدر حاشیه درست کرد. یکی گفتن که بهایی رئیس جمهور بشه. بالاخره من چنان حرفی نزدم بابا شما بهایی رئیس جمهور نکنید ولی بگذاری حق بشری بدید به او. بعضی گفته که بهایی مسلمانن. نه بابا، بهایی غیر مسلمانن. من گفتم بهایی را شما مرتد نگید. من دلیل دارم روی این مسئله. شما با ما صحبت کنید. مرتد به چه کسی میگن؟ غیر مسلمانن، مسلمان نیستن ولی بشرن، این انسانن، این حق دارن. حقوقشون چرا رعایت نشه؟ بابا این حرف ما میزنید، این حرف غیر منصفانه. شما ما را قانع کنید، ما عوض میکنیم حرفمون. ما حرف غیر منصفانه نباید بزنیم، نه حق هم نگیم. اون چه حق میگیم، اون چه که واقعیت داره بگیم. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کنه و جامعه ما را اصلاح کنه. من قرآن میخواندم و حیران شدم اینجا که قرآن میگه و کل
للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ایام الله لیجزی قوما بما كانوا يعملون. میگه که شما از غیر مسلمان تحمل کنید. قرآن میگه شما از غیر مسلمان. حضرت رسول از یهودی ها تحمل کردن، از نصارا تحمل کردن، تهمتشون، فحششون، افتراء یهودی ها را حضرت تحمل کرد. دستور داد الله فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. الله گفته که شما از یهودی ها درگذر بشید، از نصارا درگذر بشید، از تهمتشون، از افترایشون، از فحششون، از بی احترامیشون. الله میگه غیر مسلمان را ببخشید اگر نسبت به شما خطای میکنند شمشیر بر ندارید. این اخلاقی که دین اسلام تعلیم داده. گذشت تحمل، ظرفیت، ولهذا ظرفیت بالا ببرید. ظرفیت مهمه. وقتی ما ظرفیتمون بالا باشه همه چیز میتونیم تحمل بکنیم. الله تعالی به ما توفیق بده و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.